اینم هوای سرد زمستان و در کنار آتش کوچیکی خود را گرم میکنیم و از خدا میخواهیم که همه آدم ها را در پناه خود نگاه دارد و روزی آنها را بسیار و فراخ کند. بی گناه که میشه بی هوا پشت شیشه چشم راد میمانم مسادت همیشه یونت شدم لیلی یونت شدم لیلی یونت شدم گردم داغونت شدم لیلی. جالبه توش نه هیزومی هست برای سوزاندن و نه چیز دیگری، خود می سوزد مثل آتشی که در قلب‌های همه آدم‌ها می سوزد. اینم مغازه. ما کارگرها یا ما تعمیرکارها بعضی روزا باید در بغل آتش بنشینیم و به آسمان خدا نگاه کنیم. لذت بخش است، چه امروزش چه دیروزش. شکر.